این آقای مهران خان ابراهیم رفت اون پشت مشت دیگه نداریمش تو ساز. آخرین فیلمی که مهران موجوده. این هم سقف این قاره است، خیلی قشنگه. جاتون خالی. اینم میشیم بدهیم. یه آبنمای خوشگل هم اینجا داریم. این هاشش از این بالا همینجوری میرزه میاد و این هم داریم اینجا مجدد. مهران یافت نشد. مهران یافت شد. مهران و اینجا هم عکس بگیر. دیواره های غارش به این شکله. البته اینجا فکر کنم نقره داره. ما کاشف معدن نقره هم شدیم. یه چیزایی برق میزنه. اونجا بیشتره میبینی؟ آره. نگاه کن چه برقی میزنه اونجا. حالا میتونی منو بندازی؟ اینقدر میگه اون گردنم شکست. دیگه اونجا خیلی دور دسته. داریم میریم اون سمتی. مهران کو؟ مهران هم اون هاشش. بیای مهران. خب حرکت میکنیم به سمت جلو. بذار نور رو براتون تنظیم بکنم که ببینید. بچه‌ها غار که میاد یادتون باشه باید با خودتون تجهیزات بیارید، مثل ما همه چی داشته باشید کاملا مجهز. ما یه سری تناب امداد نجات داریم مخصوص غاره. کمک های اولیه هم داریم و مقداری آذوقه، چوب به عنوان هیزم و اینا. و نمیاد بچه‌ها؟ حتما داره که مهران میگه بیا. فقط سره مواظب باشید. خب بریم اینجاها رو هم ببینیم با هم بچه‌ها. داشتم میگفتم ما یه گروه امداد نجات هم بالا زاپاس گذاشتیم اگر اتفاقی برای ما افتاد اونا بیان ما رو نجات بدن. دادم وای. خب بچه اینجا یه مقدار سخته ها، احتیاط کنی. حتی من سخت اومدم. بچه تونستی؟ آروم عجله نکن دیگه. بیا. خب میران اینجا کجا باید بریم؟ بریم تو؟ بچه ها من وامیستم حمایت میکنم. اینجا این نردبون 5 متری حدوداً بچه ها میخوایم بریم بالا. مجبورم ویدیو رو اینو میتونیم به پیشونی ببندیم. آره اون چیزش در اومده انداختم چرا دوباره هم در اومده. ولی این تنابر رو میگفتن آره از این بگیر. خب بچه ها داریم مسیرهای سبولیمون از اینجا باید دیگه سینه خیز بریم. تناب امداد رو بچه ها بندازین. وارد غار شدیم. خب ما یه مسیر جدید کشف کردیم تو این غار. میخوایم که الان داریم علامت گذاری میکنیم تا به ثبتش برسونیم. بچه ها باید بگم که همراه داشتن راهنما تو اینجور مواقع نه اونقدری که فکر میکنید سر نیست. به نظر خیلی سر میاد ولی نیست در واقع. خب بچه ها داشتم توضیح میدادم بهتون که تنهایی هیچ وقت غار نریم. ما یه راهنمای زبده با خودمون داریم که ما رو انداخته جلو که اگه اتفاقی افتاد برای ما بیفته، خودش در امان باشه. خب این هم گروه زبده غارنوردی مونن. خب غار این شکلی نرفتیم. قطعا مسیر پایین بچه امن نیست و ما مسیر بالا رو بریم. ترجیح میدیم که به سمت بالا حرکت کنیم. بریم بچه ها. نه من راهنما گروه هم بیاییم. خیالتون راحت. هیچ وقت بر نمیگردیم.
چرا بیا. خب از اینجا به بعد ما باید سینه خیز بریم بچه ها به حرکتمون ادامه میدیم به همین شکل آخرش. آره ولی اینجاها یه مقدار صعب العبور به نظر میرسه بچه ها. هشدار میدم بهتون که خیلی مراقب باشین. خب تو اینا رو بگیر من برم بالا از من فیلم بگیر ببینم راهنما چه کارایی بلده چجوری خوشو به خانم میده. نکات مربوط به راهنما تو فیلم توضیح بدید. میبینیم قارنوردی رو. خب باید رو برسونی به من با چیز با تجهیزات بیاد. بذار من نور بگیرم اینجا. همینجوری باید بیایی دیگه. حواست باشه پاتو بذاری جای محکم. خب ببین این راهنمای گروهمونه آقای مهران علمداری. من اسم فامیلیش هم میگم که اگه اتفاقی برای ما افتاد بیاین سراغش حتما. خب به بخش میانی غار رسیدیم بچه ها. قایقا رو آماده میکنیم که بقیه مسیر چون آب هست باید با قایق بریم. بسیار عالی. خب بیا همینجوری نشین. خب یادم باشه راجع به این گل سنگا بعدن یه سری اطلاعات بهتون بدم. الان نمیتونم. نه اصلا نیست. اوکی بیا. بچه این آب سنگ رو میبینید سوراخ کرده آب سنگ رو ایندونیشن فورتنیشن فکر میکنم که خب بچه ها ما یواش یواش داریم به قسمت های جذابتر غار نزدیک میشیم. نمیدونم شما میبینید دیگه. بله گروه فوق حرفه‌ای غارنوردیمون در ادامه همراهیمون میکنن. کلا مناظر زیبا و دلپذیری داره. خب بسیار عالی. هنوز مسیر ادامه داره. ما تا گم شدن کاملمون ادامه میدیم. خیالتون راحت تا ما گم نشیم آدم قطع میشه. ولی من پافشاری یه نردبون فکر کنم اون بالا هستش. دروغ گفتم. میخوام گروه رو به چالش بکشم ببینم که اینا چی کار میکنن. خب ما به مکانهای صعب العبوری دسترسی پیدا کردیم که بعد اینجا از اون جاهایی که اگه بیفتی دست گیر کنی لای تخت سنگه باید دست رو ببری بیای بیرون. خب میگم دیگه نریم مهران جلو سخت میشه برگشتنمون نمیشه. تا هر شما بگید دیگه. من فکر کنم نصف راهو اومدیم دیگه. خب همینقدر بیایم انتهاش دیگه یه حالت سقف بلند داره. بچه پس من اینو قطع میکنم ویدیو رو چون مسیر صعب العبوره. بریم بعد براتون دوباره ویدیو میگیرم.